اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. مولوی ذبیح‌الله مجاهد میگوید به اساس حکم عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعیینات ذیل صورت گرفته است. معاون قبلی ولایت غزنی سید حنیف عباده به حیث قماندان امنیه ولایت غور، رئیس قبلی استخبارات ولایت پنجشیر قاری گل حیدر به حیث معاون ولایت غزنی تعیین شدند. شاروالی کابل میگوید در ناحیه 15 جلو زمین‌های غصب شده ساحه سبز گرفته شد. وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان تلاش افراطین برای بی‌حرمتی به قرآن کریم و سوزاندن نسخه‌ای از آن در کوپنهاگ پایتخت دنمارک را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. الحاج مولا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در سفر به ولایت زابل از قلعه تاریخی پدر شخصیت ملی میرویس نیکه در ولسوالی شینکای بازدید نمود. قلعه مذکور از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در آثار تاریخی به ثبت رسیده است و کار بازسازی آن رو به اتمام شدن است. وزارت فواید عامه میگوید عملیات برفاکی در سالنگ‌ها جریان دارد و تردد موتورهای مسافربری به گونه عادی است. در ولایت کندهار فابریکه تولید پنبه و روغن افتتاح گردید. والی کابل شیخ محمد قاسم خالد و معاون آن مولا محمد یونس مخلص با تمام ولسوالان ولایت کابل به منظور هماهنگی و تامین امنیت بیشتر جلسه نمودند. وزارت مالیه در خبرنامه میگوید به اساس پیشنهاد این وزارت شفقت بر ملت و سکتور خصوصی از سوی عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تمام مالیات اضافی یعنی جرایم مالیاتی معاف گردیده است.